محمد خردادیان یک نوع دیگه ای تمایلات جنسی داشته باشه؟ خب امکان نداره، هست ولی ربطی به مردم نداره. نه. آیا از این مسئله افتخار میکنی؟ از این مسئله؟ نه. من اینجوری به دنیا اومدم. من همینم که هستم. من اینجوری به دنیا اومدم. یه مریضی نیست. خودم هم خیلی اذیت میکرده، حتی پیش روانشناس سالها میرفتم. تا زمانی که زن گرفتم مثلا شاید نمیدونستم چیه، فکر کردم یه چیز عادیه. با زنم هم رو راست بودم، بهش گفتم دیگه علاقه ندارم. علاقه دوستش دارم، هنوزم یکی از بهترین دوستامه. چی بهش گفتی؟ من گفتم تو جوونی و آیندت به نظر من با من آینده ای نداری. گفتی من تمایل جنسی دیگه دارم. و وقتی هم که میخواست، حتی حاضر شد که از من بچه دار شه و گفت من یه کاغذی می‌نویسم که تو هیچ وقت مسئولیتی نسبت به این بچه ها نداری، ولی من قبول نکردم. اولین خاطره من از بهروز شب تولدم. گوگوشو همه میشناختن تو ایران. اون برای خودش گوگوش بود، منم برای خودم بهروز و وثوقی بودم دیگه. از اونجا رابطه ما دیگه شروع شد. یعنی آدم الان نگاه میکنه اونجا نزدیک چالوس رو میبینه. درسته؟ یعنی این معرفت رو به خرج دادی و نرفتی.